یا پسر میتونه یعنی میتونه که پیش از عروسی یا نامزدی با هم محبت داشته باشن؟ نه طبعا که صبر کردن نمیتونه. چرا صبر نمیکنی؟ باش عاشقش از دیگه. نه چون این بحث جداست. نه بحث جدا نیست، بحث جدا نیست، عین بحث است. چرا در زمان یوسف زلیخایی وجود داشت؟ آیا فکر میکنی که یوسف علیه السلام زلیخا یک زن بت پرست بود، یک زن کافر بود؟ آیا او میتونه یک زن کافر نمونه مثال بر تو باشه؟ چرا از تو اجازه میدی که یک دختر یک خانم شوهردار بره عاشق شوه؟ تو اگر شما فکر میکنین که یک خیال دروغ است از نظر شما؟ خیال دروغ نیست، واقعیت است. آیا زلیخا شوهر داشت نداشت؟ داشت. نه من یا پسر میتونه یعنی میتونه که پیش از عروسی یا نامزدی با هم محبت داشته باشن. مثلا در زمانهای سابق که ما رجوع کنیم ببینیم یوسف و زلیخا و سایر کسا بودن که با هم عشق محبت ورزیدن. اما در جامعه امروزی ما که میبینیم وقتی که یک دختر یک پسر در یک فامیل خود خوب فامیل فوق العاده آزادان ببینی، برای یک پسر یا یک دختر که میبینن عشق محبت واقعی دارن چرا قدر عکس العمل جدی نشان میدن. مثلا میگن این در دین حرام است، این در دین این کار جایز نداره که تو امروز پسر بیگانه ارتباط داری، در حالی که او قلب از او بچه و قلب او دختر او یکی دیگر میخواین و اگر او دختر یا او پسر کس دیگر بگیرن امروز یکی دیگر خوش نباشن بازم زندگیشون و خراب تیر میشه. و چون پیشتر خودتون فرمودین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که باید یکی دیگر ببینن، اما در کشور ما چون بحث ما در شهر می حالت جریان داره و ولایت خواهی پرسان نکنین که بسیار زیاد امی گپا و سخانا وجود داره. چرا ما زیادتر در میدیه ها ایره نشر نمی کنیم که یک دختر یا یک پسر وقتی که یکی دیگر انتخاب میکنن از نظر فامیلش چقدر به خشم و عکس العمل جدی که گویا که بسیار یک کار زشت و یک کار خراب را انجام دادن انجام میده. در اسلام در آیت شریف چی میگه؟ ولا متخذات اخدان، شما دوستی های سری نکنین. چرا دوستی های سری نکنین؟ این حال مثلا یکی خواسته های احساساتی و موقت است. این خواست مثلا من سر خواست حواسی و نفسانی صحبت نمی کنم. سر عشقی یعنی واقعی وقتی که کسی که عشق واقعی داشته باشه، مثلا ما فیروز مثال میتیم که در پیش هر که خدا آتش داد، چرا برازو دادخواهی نشد؟ چرا مشکل از او به درستیش حل نشد؟ چرا نامزاد یا دوست دختر از او را به او حالت و به او وحشت قرار دادن؟ چرا یک جوان معسل ما به او حالت در سر سرک و در چند کیلومتری هر به یک قسم آتش از بین بره؟ چرا؟ یعنی گپ سر ازی است که چرا؟ چون فرهنگ ما جامعه ما همیشه میره قبول میکنن که دختر و پسر همیشه فقط به نامزدی و ازدواج میتونن یعنی سعی کنین عوامل شما یک نفر مثال میگیرین، من براتون 100 نفر مثال میتونم. چرا دختری در فلان منطقه گوشاش بریده شد؟ چرا فلان دختر خانمی در فلان منطقه مجبور شد خدا در بته؟ چرا فلان شوهر خانم خدا کشت؟ باید کل از اینا محاسبه بکنیم. پس اینال اگر ما اینا محاسبه بکنیم وقتی که در شهر قسم باشه ولایت اصلا ما بس کردن نمیتونه. نه منظور گپ سر ازی است که اینال مثلا اگر ما و شما حل احساساتی برازی پیدا میکنین، یکی حل احساساتی است. آیا خوبتر این است که این دختر مثلا اگر این بچه واقعا این دختر رو دوست داره، چرا برش خواستگار روان نمیکنن؟ چرا از طریق فامیل خود اقدام نمیکنن؟ چون امی مشکل امی بنبست بود. نه اینال گپ سر ازی است که بعد از اینکه رسوا شدن، بعد از اینکه عکس‌های از برآمد، بعد از اینکه کل فامیل از اونها بدنام شدن، بعد از اینکه فامیل از اونها بدبخت شدن، مثلا خودت یک دختر هستی، نه طبعا که صبر کردن نمیکنه. چرا صبر نمیکنی؟ باش عاشقش از دیگه. نه چون این بحث جداست. نه بحث جدا نیست، بحث جدا نیست، عین بحث است. مثلا یک کسی خواهر خودت در راه مثلا عکسایش بر کلگی نشر کرد و عکسش نشر نکرده بود. این توتر تو یک نفر مثال نتی. یک نفر مثال نتی. مثلا ما وکیل مدافع فیروز و احمد و محمود نه، میخوایم به شکل کل در بین جامعه گپ بزنیم. مثلا یک کسی خواهر خودت آمد برای گفت که والا من عاشق فلانی نفر هستم. یک کسی ادعا بکنه من بعد پیش پدرت بگه که ما عاشق دختر تو هستم، من میخوایم که دختر تو عکس بگیرم، من تمام روز در دروازه شما ایستاده هستم. خوب فامیل هم چی داره؟
آبرو داره. داره، عزت داره و به این خاطر این حال اگر یک کس را دوست داره، مثلا من خودت دوست دارم، میام شام پیش پدر جانت خواستگار روان میکنم، برش میگم که پدر جان عزیز من این دخترک دوست دارم، عاشقش هستم، میخوایم همراهش ازدواج بکنم، خلاص اگر رضایت جانبین بود خوبتر است و به این خاطر ما میخوایم که همین مشکلات به خاطر ازی که این حال بسیاری وقتا دخترها فکر میکنن که والا صاحب آرزوی من هست که مثلا من معشوق باشم و این پسر فکر میکنه که من عاشق باشم و این بچه خودش پرسان کنیم بگی بچه جان من میخوایم که عاشق باشم. خب من میگفتم درست است، وقتی که خودت میخوای عاشق باشی بر دختر خود نمیپذیره. از این خاطر اصل در اسلام این است که آبروی تو من حیث خواهر مسلمان، من تو خواهر من هستی. چرا در زمان یوسف زلیخا وجود داشت؟ آیا فکر میکنی که یوسف علیه السلام زلیخا یک زن بت پرست بود، یک زن کافر بود؟ آیا میتونه یک زن کافر نمونه مثال بر تو باشه؟ بسیاری وقتا مثلا وقتی که یک کافر شده باشه تو الگوی تو کی است؟ بیبی فاطمه هست یا زلیخا؟ طبعا که بیبی فاطمه است، چون یک او در اصل زلیخا یک چی بود؟ یک عاشق پاک بود به نظر من. بسیار پاک بود. پاک بود بسیار پاک در کل چطور پاک بود این پاکی زلیخا؟ شخصیت بود که یعنی از وقتی که به ما معرفی شده تا حالا یک رویا بود یا یک دروغ بود. خب دروغ نیست. تو اجازه میدی که یک دختر یک خانم شوهردار بر عاشق شوه؟ تو اگه شما فکر میکنین که یک خیال دروغ است از نظر شما؟ خیال دروغ نیست، واقعیت است. آیا زلیخا شوهر داشت نداشت؟ داشت. نه مقصد من این است که آیا امی بحث که است امی از زمان سابق آیا این شما یک دروغ میبینین یا یک خیال میبینین؟ چی را مثلا؟ امی زمان قصه را که بر امیل خود یعنی یوسف و زلیخا را؟ بله. یعنی زلیخا شوهر داشت نداشت؟ شوهر داشت. یوسف عاشقش بود؟ یوسف عاشقش نبود اما زلیخا عاشقش بود. بعداً اونا عاشق شدن. آیا درست است برای یک زن دیندار، زن مسلمان، زن که شوهر داره، زن که فامیل داره باز بره عاشق شود؟ زلیخا وقت عاشق شد یعنی مسلمان نبود. وقتی که مسلمان شد عاشق خداوند شد. خب بعد از که مسلمان شد عاشق خداوند شد. قبل از عاشق کی شده بود؟ قبل از او عاشق ما بودش. عاشق چی بندش. خب یعنی شما این عاشقی زلیخا را یک خانم شوهردار این تصور است. زنای کافری که در عصر پیغمبر بودن، آیا زنای کافری که در عصر پیغمبر بودن اونا او را تایید کردن؟ زنایی که کلشان خیسن سر از اعتراض کردن؟ به نظر شما جوانا آیا درست است که سر خواهر شما عاشق شود؟ نه خیر. مثلا چرا؟ یک کسی بخیزه بر ما بگه چرا نمیخوای سر خواهرش کس عاشق شود؟ به خاطر از اینکه نمیخواهیم که چون وجدانن امی در شریعت را نداره و از دیدگاه شرعی برمان ثابت نیست. وجدان بر اساس شریعت قبول نمیکنه میره. بله وقتی از ما با وجدان پیش میریم نیست یعنی به وجدان پیش میریم. وجدان مطابق شریعت. همیشه ما با فرهنگ رواج پیش میریم. چرا؟ چیز؟ همیشه چرا به فرهنگ و رواج پیش میریم؟ همیشه به مردم چرا زندگی کنیم؟ چرا اگر ما زندگی نمیکنیم؟ با خود زندگی میکنیم مطابق شریعت. آنچه که شریعت برای ما گفته ما با او عمل میکنیم. آنچه که شریعت بد پنداشته ما با او عمل نمیکنیم. خب من از تو یک سوال میکنم. مثلا خودت نامزاد شدی و خبر شدی که خانم خودت معشوقه یک مرد دیگه بود، عکس العمل چیست؟ عکس العمل ما که اصلا ما را قبول نمیکنم به عنوان. آیا برای یک دختر ما که برای یک خواهر دیگه بدین خواهر که پالیتون است، آیا برای یک دختر که زندگی 30 سال خود در نظر میگیره این خوب است یا برای خاطر یک هفته 2 هفته 3 هفته عاشقی 30 سال عمر خود از دست بده؟ 30 سال خود باید در نظر بگیره. ما که نزدیک بگیرین 30 سال خود باید در نظر 30 سال خود باید در نظر بگیره. به خاطر از این وقتی که تو ازدواج میکنی 30 سال دیگه در اونجا هستی. همین عشق و عاشقی که است اکثرا عشق و عاشقی اساس بنیادی نداره. به نظر شما یعنی ما میخوایم از شما یعنی قسم یک چیز بشنوم که در اسلام اصلا این جایز نیست. یعنی در اسلام سعی در اسلام چی است؟ در اسلام این است که مثلا وقتی یک جوان میخواد یک دختر یک جای میبینه و یک دختر میخواد با یک جوان دیگه ازدواج بکنه، از طریق مشروع، از طریق فامیل و پدر، فامیل خود، از طریق مادر و پدر خود آهسته آهسته زمینه را مساعد بسازن برای ازدواج یک دیگه، تا ای که هر دوشان نامبد هم نشن، وضعیتشان خراب هم نشه و 30 سال بعد دیگه باز این مشکل نداشته باشه. مثلا وقتی یک ما بسیاری وقتا دیدیم یک کسی آمد پیش ما گفت که استاد چی گپ است؟ والا صاحب ما امرای فلانی دختر ازدواج میکنم. خب بسیار خوب است، ازدواج میکنی. استاد
شما زمینه سازی بکنید که من با امروز این دختر ازدواج بکنم. وقتی که زمینه سازی بر ازی شد، این دختر ما برای بچه گفتم بچه جان این دختر چه قسم میشناسی؟ والا صاحب گفت یک روز در کافتریا رفتیم صاحب، او را دیدم، او سونما سعی کرد، من سونما سعی کردم، او خوش ما آمد، من خوش از او آمدم، بالاخره من عاشق هستم، من مجنون هستم، من فرهاد هستم، من خودم میکشم، من باید عاشق شم. صاحب بالاخره این صاحب به حساب عاشقی. خب یک روزی از روزای ازدواج کردن، یک ماه بعد از این بچه سر برای دختر چی میگه؟ او دختر فکرت باشه که ما که تو کار دارم. چی کار داری؟ او دختر تو سر ما عاشق نشدی؟ امروز که کتم آیس کریم خانه رفتی چطور زبانت هم تو بل آیس کریم میخوردی، هیچ نمیشرمیدی؟ او برش گفت که خب میخوردم دیگه. وقتی که تو برای من مسیج روان کردی، حتما تو برای دیگران هم مسیج روان کردی. رابطه سابقه که کی رابطه داشتی؟ من اون نفرم میکشم. بالاخره سر دختر چی میشه؟ مشکل عشق و عاشقی های مخفی که آیت قرآن میگه که ولا متخذات اخدان، در این نقطه هست که در عشق و عاشقی های احساساتی زندگی از دختر تباه میشه. رابطه ازدواج که یک تار خام است. این تار خام وقتی که اعتبار نباشه در بین، از بین میره. شما مثلا از پدرتان پرسان کنین، بگو پدر جان چطور تونستی که مادرم از 30 سال یک جای زندگی بکنی؟ پدرت برات میگه بچه‌م من سر از مادرت اعتبار دارم، ما وقتی که بیرون میرم که در خانه می باشه، ما وقتی که بیرون میرم میایم که در خانه امرای اولادای خود هستند، ما ماها در خانه نبودیم لکن سر از اعتماد داشتیم. اما بچه‌ای که سری دختر عاشق شده، دختری که با سری بچه عاشق شده و بالاخره به اساس عاشقی بدون اجازه پدر و مادر بالاخره بعضی اوقات ازدواج کردن، این بچه برش میگه سر مک عاشق شدی، در وجوهی که او رفته باز میره، سر مک عاشق شدی، سر دیگه هم عاشق میشی و بالاخره زندگی از این دختر تباه میشه. اسلام برای خواهرها، برای دخترای خود، ما برای دخترای خود چی پیشنهاد میکنم که دختر گلم تو حق داری ازدواج بکنی، لکن زندگیت به اعتبار نساز، اعتبارت پیش مردها خراب نساز. شوهر آینده تو باید بالای تو اعتماد داشته باشن. این 4 روزه عشق عروسی، عشق بازی که به حساب اروپایی هاست، این تطبیق نکن که بالاخره زندگی تو را از بین میبرن. اینمی علت است که در اروپا یک زن با یک مرد به اضافه 3 سال 4 سال زندگی کردن نمیتونن، اما در اینجا پدر خودت کت مادر چقدر وقت تقریبا مایی که پیش دان بگی چند سال است؟ یک 30 سال میشه. عاشق بودن؟ نخیر، بدون عاشقی 30 سال زندگی میکنی. اگر عاشقی مثلا 2 سال کردن نمیتونی، چرا که اعتبار چی میشه؟ از بین میره. پس محبت واقعی، عشق واقعی، دوستی واقعی او است که او از طریق پاکی و عفت و خانواده است. به نظر شما یعنی عشق یعنی ایچ؟ به نظر من چی کنه؟ یعنی به نظر شما در دین اسلام وجود نداره؟ یعنی دوستی و محبت وجود داره در شوکات اسلامی که منجر به ازدواج درست و صحیح شود. تشکر از شما.